دوستان و همراهان ایجی تک سلام، خوش آمدید به یک ویدیوی آموزشی دیگه. در این ویدیو تصمیم دارم در مورد کسب درآمد از یوتیوب صحبت بکنم. قبلا در این مورد یه ویدیو ضبط کردم، منتها چون در سال 2017 تغییراتی در سیستم تبلیغاتی گوگل یا یوتیوب ایجاد شده، گفتم که این موضوع رو به روز رسانی کنم تا دوستان بتونن به راحتی از این سرویس استفاده بکنن و از طریق کانال یوتیوبشون کسب درآمد بکنن. در قدم اول توی گوگل یوتیوب رو سرچ بکنید. خب روی این لینک اولی کلیک بکنید youtube.com. بعد از اینکه در واقع وارد سایت یوتیوب شدید، از این گوشه سمت راست این بالا ساین این بکنید با ایمیلتون، با ایمیلی که پسوندش gmail.com باشه. اینجا رمزتون رو وارد بکنید. خب بعد از اینکه رمزتون رو وارد کردید ساین اینش کنید. خب الان وارد کانال اون شدید. از اینجا مای چنل رو انتخاب بکنید. دوباره اینجا ویدیو منیجر. حالا اینجا روی چنل کلیک بکنید. بعد از اینکه در واقع وارد این صفحه شدید، اینجا این گزینه ها رو میبینید. خب گزینه تبلیغات یا مانیتایزیشن اینجا هستش. میتونید اینجا انیبلش بکنید. منتها قبل از اینکه بتونید این کار رو بکنید، باید کانالتون رو وریفای بکنید. از اینجا کلیک بکنید. خب از اینجا کشوری که توش زندگی میکنید رو انتخاب میکنید. تو اینجا در واقع بیاید بالا یا هر کشوری که توش زندگی میکنید کشور رو انتخاب بکنید. حالا اینجا میتونید از این دوتا گزینه یک رو انتخاب بکنید برای دریافت کد فعالسازی از طریق SMS یا تماس. ما تماس رو انتخاب میکنیم. حالا اینجا شماره موبایلمون رو وارد میکنیم. بعد از اینکه شماره موبایلمون رو اینجا وارد کردیم، سامیت رو میزنیم. حالا منتظر تماس میمونیم از طرف گوگل که یک کد برای شما SMS کنه. همونطور که میشنوید الان در واقع به موبایل من از گوگل تماس گرفتن. حالا کدی که در واقع از طریق تماس صوتی یا SMS دریافت کردید اینجا وارد میکنید و دوباره سامیت رو میزنید. به این ترتیب کانال شما تایید شد. حالا کانتینیو رو میزنید یا ادامه رو. الان کانال شما تایید شد همونطور که میبینید و الان شما از اینجا میتونید در واقع گزینه تبلیغات یا مانیتایزیشن رو فعال یا انیبلش بکنید. اینجا کلیک میکنیم. خب یه چند ثانیه صبر بکنید تا کامل لود بشه، چون اگر الان کلیک بکنید صفحه باز نمیشه، باید برگردید عقب. خب اینجا کلیک میکنید. اینجا یه سری از در واقع قوانین گوگل هستش که باید اینا رو بخونید و تاییدش بکنید. یعنی اینجا این شرایط رو بپذیرید. همه این گزینه ها رو باید تیک بزنید. همونطوری که میبینید این سه تا گزینه رو که تیک زدیم این فعال شد. و این گزینه چهارم اجباری نیست. این رو میتونید تیک بزنید اگر در واقع تغییرات در این سیستم به وجود اومد از طریق ایمیل گوگل به شما اطلاع بده. حالا ما این رو تیک میزنیم. آی اکسپت رو میزنیم، یعنی که من میپذیرم این شرایط رو. خب این آپشنی که اینجا میبینید این جدیده. تا 2016 اجباری نبود که شما حتما باید این مرحله رو هم طی بکنید تا بتونید تبلیغات رو فعال بکنید. یعنی تا همین جایی که من الان اومدم دیگه تبلیغات روی کانال شما فعال میشد و میتونستید در واقع روی ویدیوهاتون تبلیغات رو فعال بکنید. ولی از 2017 به این ور این گزینه رو هم باید انجام بدید تا بتونید تبلیغات رو فعالش بکنید. این هم در واقع سیستم ادسنس یا سیستم تبلیغاتی گوگل هستش که شما باید در واقع با کانال یوتیوبتون وصلش بکنید. اینجا کلیک میکنیم. خب اینجا از شما میپرسه که میخواید ساین این بکنید، یعنی اکانتی داری در این سیستم ادسنس یا خیر. اگر ندارید با زدن این گزینه کرییت اکانت میتونید یه حساب جدید
توی سیستم تبلیغاتی گوگل ایجاد بکنید. در این مورد هم ویدیو گذاشتیم توی کانال. ما چون توی این سیستم حساب داریم ساین این میکنیم از اینجا. خب حالا اینجا باز دو تا گزینه هستش که با زدن این گزینه آبی رنگ میتونید در واقع تایید بکنید اینکه شما میخواید کانالتون رو با این سیستم وصل بکنید. با میگیم بله تاییدش میکنیم. الان دوباره برمیگرده به کانال یوتیوبتون اتوماتیک. خب الان دوباره برگشتیم به کانال یوتیوبمون. الان شما این گزینه آبی رنگ رو اینجا میبینید. با زدن این گزینه شما میتونید تبلیغات رو روی ویدیوهاتون فعال بکنید. این گزینه رو میزنید. خب حالا اینجا شما در واقع این گزینه ها رو دارید که انتخاب بکنید چه نوع تبلیغاتی روی ویدیوهای شما نشون داده بشه. مثلا اگر شما این تیک رو بردارید دیگه این تبلیغات روی ویدیوهای شما نشون داده نمیشه. یا مثلا این که در واقع ویدیوهایی هستش که بعد از 5 ثانیه مخاطب میتونه رد بکنه تبلیغات رو و بقیه ویدیو رو ببینه. ولی ما همه این گزینه ها رو تیک میزنیم چون هدف در واقع کسب درآمد هستش. نوع تبلیغات برای ما مهم نیست. و اینجا در واقع کلیک میکنیم. خب الان تبلیغات روی ویدیوهای ما فعال شد. خب ما حالا در واقع یه ویدیو آپلود میکنیم که به شما بگیم به چه شکل تبلیغات رو روی در واقع ویدیوهاتون به صورت دستی فعال بکنید. اینجا کلیک میکنیم. بعد اینجا کلیک میکنیم. ما یکی از این ویدیوها رو انتخاب میکنیم و میزنیم رو آپلود. خب الان ما اینجا این گزینه رو داریم مانتایزیشن و این گزینه همونطور که میبینید غیر فعاله و اینجا دوباره کلیک میکنیم. الان تبلیغات روی این ویدیو فعال شد و به این شکل هر ویدیویی که دوست دارید میتونید در واقع تبلیغات رو روش فعال بکنید به صورت دستی. خب این بود در واقع آموزش استفاده از تبلیغات یوتیوب و گوگل. امیدوارم که بهتون کمک کرده باشه و بتونید از این طریق کسب درآمد بکنید و به خاطر داشته باشید که محتوایی که شما آپلود میکنید باید متعلق به خودتون باشه و کپی رایت نباشه که ممکنه برای شما در واقع عواقب داشته باشه و مورد پیگرد قانونی قرار بگیرید. پس به این موضوع دقت بکنید. و نکته بعدی اینه که در کشورهای مثل ایران و افغانستان این سرویس فعال نیستش. اگر در این کشورها زندگی میکنید و دوست دارید تبلیغات روی کانال یوتیوب شما فعال بشه پس باید در واقع یک کار دیگه انجام بدید که الان توی این ویدیو خدمتتون عرض میکنم. خب دوباره روی مای چنل کلیک بکنید. خب ما چون نمیخوایم این ویدیو رو در واقع پابلیکش بکنیم لیو رو میزنیم، این صفحه رو ترک میکنیم و دوباره اینجا کلیک میکنیم روی ویدیو منیجر و از این قسمت چنل و دوباره از این قسمت ادوانس اینجا کلیک بکنید و از اینجا میتونید شما در واقع کشور رو تغییر بدید. و لازمه که خدمتتون عرض کنم که وقتی شما مثلا یک کشوری مثل انگلیس، آلمان یا هر کشور دیگه رو انتخاب کنید باید تو اون کشور یه حساب بانکی داشته باشید با یه آدرس مشخص که بعداً برای دریافت پول به گوگل ارائه بکنید. یک کشور رو انتخاب بکنید که در واقع توی اون کشور دوستی، فامیلی، کسی رو داشته باشید که بعداً بتونید اطلاعات اون رو، شماره حساب و آدرسش رو به گوگل بدید که پول رو به حساب اون بریزه. در غیر این صورت نمیتونید از گوگل پول دریافت بکنید. امیدوارم که دیدن این ویدیو بهتون کمک کرده باشه و بتونید از این طریق کسب درآمد بکنید. برای ویدیوهای بیشتر در کانال یوتیوب ما عضو بشید. ویدیو رو لایک کنید، با سایر دوستان به اشتراک بذارید. تا یک ویدیو دیگه، روزگارتون خوش. خداحافظ.